6 سپتامبر در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با افتخار به فعالیت آغاز کردن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون با 42 نفر متخصصان کسب و کار گوناگون انشاءات مهم مکافات‌های دولتی سپاریدند. قبل از آغاز مراسم سپاریدن مکافات‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه حاضرین را به مناسبت رویداد مهم تاریخی به کار انداختن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون و سرفراز گردیدنشان با مکافات‌های دولتی صمیمانه تبریک گفتند. سرور دولت تاکید داشتند که نیروگاه برقی آبی راغون انشاءات مهم و استراتژیک کشور به حساب می‌رود. از این رو رهبریت عالی کشور هنوز از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی به ساختمان انشاءات گیدرانرژتیکی توجه خاص ظاهر نموده. برای بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در قلمرو کشورمان همه ذخیره و امکانات‌ها را سفربر نمود. تاکید گردید که بنیاد پررای این کاخ نور راه اساسی به استقلالیت کامل انرژتیکی نائل شدن تاجیکستان بوده. عامل مهمترین تکامل اقتصادیات ملی، افزایش یافتن اقتدار صادراتی کشور و مهمتر از همه باعث تامین نمودن سطح شایسته زندگی ساکنان مملکت می‌گردد. امروز در مراسم نوبتی سپاریدن مکافات‌های دولتی از کارمند عادی سرکرده تا اکسکواتورچی، وصلگر و راننده، نقب‌کن و کفشگر، پرمگر و برقچی، دولتگر و مهندس و راهبران شرکت‌های ساختمانی اشتراک داشتند که در قطعه‌های گوناگون جبهه ننگ و ناموس با صداقت به دولت و ملت زحمت بکشند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی ساختمانچیان نیروگاه برقی آبی راغون با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان برای دستاوردهای بلند استحصالی، فعالیت ثمرناک و سهم ارزنده در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون، کارگران با اردن شرف درجه 2، مدال خدمت شایسته و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان قدر کرده شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سپاریدن مکافات‌های دولتی خدمت ارزنده هر یک نفر کارگر جمعیت سهامی گشاده نیروگاه برقی آبی راغون از جمله سرداران ریاست‌های شرکت، وصلگران، رانندگان تکنیک‌های گوناگون، نقب‌کنان، مهندسان، کفشگران گازی و برقی، تعمیرگران محرک، چلانگران، پرمگران، سمنتاتور، انداوچی، استاهای قطعه‌های ساختمانی، کارمندان آزمایشگاه‌ها، برقچیان، دوریدگران، نظارتچی‌های قطعه‌های ساختمانی، استحصالاتچیان، اینچنین پودرچیان، کارمندان ده‌ها عدد جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود را که در رفع کارهای ساختمانی فعالانه اشتراک کردند، مخصوص قید نمودند. در مراسم مکافات سپاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه نفرانی که برای فعالیت پرثمر در راه بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت با مکافات‌های عالی دولتی قدردانی شدند، به افتخار رویداد مهم تبریک گفته به آنها سلامتی و سربلندی و برای کار آرزو کردند. پیشوای ملت بار دیگر به همه کارگران برای خدمت‌های شایسته و وطن‌دوستانه و سازنده در نزد خلق و وطن منتداری بیان نموده با اطمینان ابراز داشتند که آنها منبع نیز برای آبادانی کشورمان، پایداری صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت اقتصاد ملیمان و عملی گردیدن همه هدف‌های نیک دولت و حکومت با عزم و تلاش دوچند زحمت بکشند. مهندس درجه 1 آزمایشگاه مرکزی ساختمانی شایخ سیداسلام اشانویچ. ما امروز سزاوار مکافات گشتیم، بهاد منت داریم. گفتنی هستم خدایا تنصیحت امام رحمان کن، خدایا تاجیکستان را گلفشان کن، خدایا حاجی سیداسلام غزل خوان کن، خدایا راغون ما را فروزان کن. ما بهاد منت داریم از حکومت و جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان. من سفرخ نسیم جان نصراللهیچ جانشین سردار ریاست کارهای جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون امروز از طرف پیشوای ملت محترم جناب عالی اون نفرایی که در اینجا اشتراک داشتیم یک جوره با خدمت‌هایی که در ساختمان سهم گذاشتیم، هر نفری که در ساحه خود به واسطه در کدام ساحه بود که سهم خودش را در ساختمان عظیمی اثر گذاشته است. با همین مهنت‌هایی که داشتیم امروز از طرف پیشوای ملت قدردانی شد با مکافات‌های دولتی و هر یک کارمند جمعیت سرفراز گردانده شد. منتداری خود را بیان میکنیم و پیشوای ملت در آینده هم کوشش به خرج میتیم با دستگیری پیشوای ملت با دستگیری حکومت آینده دیگر اگریگات هایی که هست
худо хоҳад дар тибқи ҷадвали пешниҳод гардидад ба кор андохта мешавад. Назаров Фаслиддин Хайрдинович, директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мишо Сохтмон, ки имрӯз дар арафаи ба истифода додани агрегати дуюми МБОи Роғун аз тарафи пешвои миллат бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ гардидем. Ин масъулияти моро дучанд мегардонад, ки оянда барои ба истифода додани агрегати сеюм сайми худро гузорем.